با سلام حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون کامله، در خدمتم برای تقدیم خبری فوری. سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی. بر پایه گزارشات منتشر شده ظهر روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ارتفاعات ورزقان واقع در آذربایجان شرقی سقوط کرد. بر پایه این گزارشات که یکی از آنها حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، آل هاشم امام جمعه تبریز، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان و چند تن دیگر بود و عازم سفر به شهر تبریز بودند، در ارتفاعات جنگلی ارسباران واقع در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی سقوط کرد. شایان ذکر است تا لحظه تنظیم این خبر از علت سقوط این هلیکوپتر مسئولان رژیم جمهوری اسلامی هیچ نوع اطلاع رسانی نکردند. آنچه که مشخص است به علت صعب العبور بودن منطقه و بدی آب و هوا، عملیات امداد و نجات به کندی پیش می رود.